جنگ جالب و باور نکردنی سیتا قاسمی با غزال نایت بعد از نشر تصاویر عیدانه ایشان. رابطه عجیب و باور نکردنی سیتا قاسمی با غزال نایت در عید قربان و جنگ های تیک تاکی. این روزها در تیک تاک غزال نایت چرا با هنرمندان افغانی در رقابت است و جواب سیتا قاسمی برای این هنرمند. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی هنرمند خوب کشور که شهرت و محبوبیت در میان هنرمندان کشور از آن خود دارد. سیتا قاسمی همواره با کارهای هنری آریا ناسعید و غزال نایت در بازار هنر موسیقی افغانستان قدمهای نخستینش را گذاشت. سیتا عاشقانه برنامه‌هایش را پیش میبرد. وی همواره تلاش دارد آهنگهای عاشقانه و میهنی برای دوستداران و طرفداران صدایش بسراید. سیتا قاسمی با هنرمندان محلی خوان و پاپخوان کشور آهنگهای دوگانه هم سرود. ولی تازه تصاویر غزال نایت با سیتا قاسمی در روزهای عید قربان مورد حمایت گسترده‌ای در صفحات مجازی قرار گرفت. این دو حتی آهنگ دوگانه هم با هم اجرا کردند. ولی این روزها دوباره تصاویر تازه غزال نایت با سیتا قاسمی در صفحات مجازی منتشر می شود که این دو با هم درگیر شدند و حرف و شنودهای بیشماری برای همدیگر در صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک برای یکدیگر بیان کردند. ولی تا کنون هیچ یک از این دو حاضر نشدند به چی دلیل با همدیگر دوباره درگیر شدند. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این هنرمندان موفق و با استعداد کشور خود خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی و غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.